فکر کن اگه یه نخل 1800 کیلویی روی سقف ماشینت بیفته چی میشه؟ این یانگوانگ یو 8 شاسی بلند $180,000 و پرچمدار لوکس BYD. 4 موتور الکتریکی هر کدوم برای یک چرخ با مجموع قدرت 1180 اسب و خار. خودرویی که میتونه در جا 360 درجه بچرخه و حتی زیر آب حرکت کنه. اما قسمت دیوانه کننده ماجرا اینجاست. BYD برای تست مقاومت یه تنه نخل 1800 کیلویی رو دقیقاً روی سقف ماشین رها کردن. نتیجه فقط یه فرو رفتگی جزئی، ولی هنوزم سقف سالمه، شیشه ها سالمن، درها باز میشن و ماشین بعد از تست راهش رو ادامه میده. این فقط یه تبلیغ نیست. نمایش اینه که اگه توی بدترین شرایط ممکن گیر افتادی، این ماشین مثل یه تانک ازت محافظت میکنه. چی میشد اگه جوانهای ایرانی هم میتونستند سوار این شاهکار بشن؟